سلام دوستان، به پیج یوتیوب من خوش اومدید. آماده شید تا با همدیگه یه سوپ خوشمزه کدو حلوایی درست کنیم. پیازها و سیر رو خورد میکنیم و پیازها رو در روغن تفت میدیم. پیازها که سبک شد، سیر رو بهش اضافه میکنیم. آویشن، نمک و فلفل سیاه رو به پیازها اضافه میکنیم. و حالا نوبت اضافه کردن کدو حلواییه. به مواد آب اضافه میکنیم و در قابلمه رو میبندیم تا کدو حلوایی کمی پخته بشه. و در آخر هم شیر اضافه میکنیم. و بعد از اون با بلندر مواد رو میکس میکنیم و دوباره روی گاز میذاریم و در قابلمه رو میبندیم. سوپ ما آماده است. برای تزیین روی سوپمون نون تست رو به قطعات کوچیک خرد میکنیم و در روغن کمی تفت میدیم. اینم از آموزش این هفته من. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.